با سلام به بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگنده هست و من شالویل خوجه در چند دقیقه دیگر برای شما سرخطی خبرهای روز رو میرسونم و امیدوارم که 3 ساعت پس شما رو در برنامه خبری با گزارش های نو و تازه که پیشنهاد شما می شود خواهیم دید و سپاس میگویم که ما رو تماشا میکنید و حالا چند خبر رو برای شما میگویم. در شهر خاروق بازی فوتبال با زن و زنی گروهی پیچیده است. وزارت کارهای داخلی خبر میدهد که بازی و مناقشه بعد آن شام 19 سپتامبر به عمل آمد. پس از انجام بازی دسته های محله های گلکن و خاروق بالو در میدانچه ورزشی مکتب رقم 2 مخلصان به سنگ پرتایی همدیگر آغاز کردند. در نتیجه 21 نفر مجروح شده است. همچنین چند از شیشه های تیرزه های مکتب، ورزشگاه، خانه های استقامتی و بینای امانت بانک آسیب دیدند. در این برابر به قول وزارت 6 ماشین زیان دیده است. مقامات میگویند نسبت این حادثه پرونده جنایی باز کرده عاملان آن را جستجو دارند و بینندگان عزیز اگر در ادامه روز باز یگان تفصیلات نوی در این رابطه پیدا شد ما حتما برای شما خبر خواهیم داد. در شبانه روز گذشته باز 43 حالت نوی گرفتاری با کووید 19 در تاجیکستان ثبت شده است. در این باره وزارت تندرستی تاجیکستان اعلام کرد به قبل مقامات شماره فوتیدگان در این چند روز تغییر نیافته 73 نفر باقی میماند. در مجموع از آخر ماه اپریل تا روز 20 سپتامبر تعداد عمومی مبتلایان کرونا ویروس نو در تاجیکستان 9346 نفر حساب شده است که به قبل مقامات تاجیکستان اکثریت آنها علاقه شفا یافتند. در همین حال معاون سروزیر ازبکستان اوید به مسئله های کشاورزی و خوراکواری دیروز در سن 56 سالگی از کووید 19 درگذشته است. اکتم برنویف آخر ماه ایول با کرونا ویروس نو مبتلا شده در توشکند معالجه میشد. رسانه های ازبکستان می نویسند که این منصبدار هفته گذشته در پی این بیماری به سکته مغزی گرفتار شد و هفته پیش او را برای جراحی به آلمان انتقال داده بودند و در آنجا درگذشت. حالا در زادگاه برنویف با مراسم دفن او با شرکت پرزیدنت شفقت میرزیویف آمادگی میگیرند. امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در برنامه آنلاینی به خاطر نهمین سالگرد درگذشت برهانالدین ربانی رئیس جمهوری پیشین و رهبر شورای صلح افغانستان حضور پیدا کرد. برهانالدین ربانی که زمان جنگ شهروندی تاجیکستان پرزیدنت افغانستان بود برای نخستین مذاکره امام علی رحمان و مخالفین مسلحش در خواسته این کشور شرایط فراهم آورده بود. او سپتامبر سال 2011 کشته شد. همایش بزرگداشت ربانی که آن را عزیز بوریس دیپلمات سابق افغانستان برگزار کرد شام 19 سپتامبر طریق برنامه زوم مستقیما صورت گرفت ولی در آن نواری از پیش ثبت شده امام علی رحمان پخش گردید. امام علی رحمان از تلاش‌های برهانالدین ربانی برای صلح در تاجیکستان تفسیر کرد و گفت با تلاش او نخستین مذاکره نمایندگی حکومت تاجیکستان با اتحادیه پیشین مخالفین تاجیک در سال 1995 در کابل صورت گرفت و راه را برای گفت و شنیدهای بعدی باز نمود. جنگ 5 ساله تاجیکستان پس از مذاکرات طولانی با امضای سازشنامه صلح در سال 1997 به پایان رسید. رسانه‌های دولتی همیشه تبلیغ می‌کنند که صلح تاجیکستان با تلاش‌های امام علی رحمان که 28 سال با سر قدرت است به دست آمده است. منتقدان میگن سهم جانبی دیگری صلح همیشه فراموش می‌شود که از روی عدالت نیست. آژانسی ایالات متحده آمریکا اوید به رشد گفت برنامه نوی 5 ساله خود اوید به امنیت اوزقواری با مبلغ 36 میلیون دلار آمریکایی را راه اندازی میکند. هدف این برنامه مبارزه با فقر و گرسنگی و کمک در تامین غذا در تاجیکستان است. در این باره در یک اطلاعیه رسمی سفارت آمریکا در تاجیکستان خبر داده شده است. در خبر آمده است که طرح پیشین آژانسی رشدی ایالات متحده آمریکا در زمینه امنیت اوزقواری در تاجیکستان به منفعت خواجگی خرد بود و 120,000 کشاورز در تاجیکستان درآمد خود را 194% افزایش دادند. بیش از 3 میلیون دلار درآمد را از فروش محصولات به دست آوردند. تاجیکستان یک کشور کشاورزی می باشد و میزان فقر و بینوایی در این دولت با حساب‌های بانک جهانی تخمیناً 30% را تشکیل می‌دهد. و به همه اونهایی که این لحظه ها بازم از ما درباره پروازهای منتظم بین تاجیکستان و روسیه و مسئله مرز میپرسند باید بگم که در نوید بامدادی ما صبح بر وقت در این باره با تفصیل صحبت کردم و پیشنهاد میکنم با بینندگان عزیز که نوید بامدادی رو تماشا کنید و اگر در جریان روز در این موضوع باز یگان خبری نو دسترسی ما شد ما حتما در برنامه های بعدی برای شما میگوییم.
масъулони вазорати корҳои дохилии тоҷикистон хабар доданд ки як духтари 21 солаи тоҷикро барои оташ задани дӯстдоштааш дастгир карданд. ҳодисаи 26 августи имсол дар канори дарёи Кофарниҳон дар шаҳри Ваҳдат рух додааст, вале хабари он рӯзи 19 сентябр расонаӣ гардид. духтарро барои қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ гумонбар медонанд. назари ҷониби дигар маълум нест. вазорат мегӯяд духтар аз ҳиссиёти рашк маъшуқаш ҷавони 25 солаи сокини шаҳри Ваҳдат бо истифода аз бензин оташ задааст. ташхиси тиббиву додгоҳӣ тасдиқ кард ки ҷавон ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардоштааст. ҳоло духтар дар боздоштгоҳ ва ҷавон дар бемористон буданд. мақомот мегӯянд тафтиши ҳодиса ҷараён дорад. хуб, бинандагони азиз, ин хабари тозае буд ки ман хостам барои шумо дар ин соат бирасонам. бо хабарҳои бештар аз ин шуморо дар барнома мунтазир хоҳем буд. баъд аз 30 соати дигар дар пахши мустақим ва дар ҳамин ҷо рӯзи хуб дошта бошед. ташаккур ки бо мо ҳастед ва сипоси беҳад барои ҳамкорӣ.